سلام. سلام، چطوری؟ خوبه. لبات چرا اینجوری کردی؟ ماتیک زدم. خب ماتیک زده باشی، حرف که میتونی بزنی. نه نمیشه، پاک میشه. موهات چرا اینجوری شده؟ چیدمش. با چی؟ با همین قیچیو. قشنگتر شو نشو. خوب شو، بهتر شو. داداشتو چرا اینجوری کردی؟ برای کاکا من چیدم. چرا؟ خیلی ادبار بود. این بچه که بود مریض بود. خب ناز کرد مامانو. گو 8 سالش که شو میبرمش حرم امام رضا. میخواستم اونجا ببرم موهاش کوتاه کنم. من همونجا براشون چیدم. خب تو که نازو خراب کردی. مامان بفهمه چیکارت میکنه؟ تشمو میزنه تو. حقت تشتون بزنه. من بهش میگم. اطلاع به اما حسین نگو. خودش میفهمه. جون خدا نگو. خودش میبینه دیگه. من روسری میکشن جلو تو معلوم نمیشه. خب روسری اونم میخوای روسری بذاری؟ نه روسری کالا میذارن. نگاه تو خودش بزرگ میشه، خودش بلند میشه. اینا چیه پوشیدی؟ اینا کفشای تاق مامانومه. خیلی باحاله. راه که میری تاق میکنه. کی تو دستت چیخ صدا میده؟ اینا همشون مونی مامان.